این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطوری فقط با استفاده از یک نوت ملودی بنویسیم و بقیه چطوری این کار رو انجام دادن. بریم سراغ درس. حالا بعد از این میخوایم بریم یک قدم جلوتر. بعد از اینکه از یک نوت استفاده کردیم، یه راه حل دیگه اینه که از 3 تا نوت استفاده کنیم. یعنی کمترین مقدار برای ساخت آهنگ از 3 تا نوته، اما نه هر 3 تا نوتی. درجه 1 مثلا تو گام دو ماژور اگه باشیم، درجه 1، درجه 2 و درجه 3 گام. خب حالا چرا این 3 تا درجه خیلی مفیده و کافیه؟ چون درجه 1 منزله، جای نشستنه، جایی که میتونیم توقف کنیم. درجه 2 مکانیه برای راهی برای رفت آمد، برای جای تنش کردن، برای حرکت کردن. و درجه 3 هم جای دیگه‌ایه برای رفتن. یعنی چی؟ یعنی درجه 3 میتونه هم به عنوان منزل، هم به عنوان خونه، جایی که توقف میکنیم عمل کنه، هم میتونه به عنوان یه مسیر دیگه برای حرکت اون باشه، یه نوتی که تنش ایجاد میکنه باشه. پس همین 3 تا درجه برای ساختن ملودی کافیه و لیسر آهنگ گوش کنیم که فقط از همین 3 تا درجه استفاده کردن. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Oh baby you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground it ain't hard to tell. You don't know, oh oh, you don't know you're beautiful. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Like this. Oh, I want something just like this. خب همونجوری که دیدین کلی آهنگ هست، کلی مثال دیگه هم هست که فقط از همین 3 تا نوت برای ساختن ملودی درست که استفاده کردم. اما حالا که بحث این 3 تا نوت به وجود اومد، میخوام یه توضیح کوچیکی راجع به امضای سبک پاپ بدم. خب و اونم درجه دومه. توی 100 سال گذشته درجه دوم، مثلا توی الان گام دو ماژور اگه باشین، درجه دوم میشه نوت ر. درجه دوم رو به عنوان امضای سبک پاپ میدونن. خب یعنی چی درجه دوم؟ یعنی تأکید توی ملودی روی درجه دوم. خب قبل از اینکه توضیح بدم به چند تا آهنگ گوش کنیم که تأکید کردن روی درجه دوم، برگردیم بعد. You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. خب همونجوری که دیدید کلی آهنگ تو سبک‌ها توی سالهای مختلف هست که تاکید روی درجه دوم ده. اما چرا درجه دوم میتونه همچین کارایی داشته باشه؟ ببین درجه دوم هم تو گام دو ماژور رو بخوایم نگاه کنیم، اگه بیایم روی آکوردهای مختلف این درجه رو نگاه کنیم، روی آکورد اولمون توی گام دو ماژور که خود دو ماژور هست میشه درجه دوم، روی آکورد دوم میشه پایه، روی
روی آکورد سوممون که می مینور هست میشه درجه هفتم. روی آکورد درجه چهارمون که فا ماژور هست میشه درجه ششم. روی آکورد پنجممون باز هم درجه پنجم آکوردمون میشه. خب و حتی روی لا مینور هم میشه درجه چندممون، نهممون. و حتی توی آکورد کاسته درجه هفتمون که سی هست باز هم درجه سومه. و حالا این قدرت نوت روی نشستن روی آکوردهای مختلف رو هیچ کدوم از نوت‌های دیگه گاممون ندارن. مثلا بعضی نوت‌ها، مثلا شما حساب کن اگه آکورد درجه 3 رو بگیرین، می مینور رو با نوت فا، این آکورد درجه 3 با نوت درجه 4 میشنوید چه صدای بعدی میده. و نوت درجه 2 حالا تو گام دو ماژور هست، نوت ر تنها نوتیه که این خاصیت رو داره که توی همه آکوردها بشینه. خب توی درجه 1 مثلا نوتیه که یه طرفش می یه طرفش ر، یعنی دقیقاً وسط دو تا از درجات آکورد قرار گرفته. یا درجات پرکاربرد بخوایم نگاه کنیم دیگه، درجه 5 گام هم که یکی از نوت‌های درجه 5 گام محسوب میشه. خب پس توی هم توی پایه هم توی درجه 5 خیلی راحت حل میشه و قرار داره. توی درجات دیگه هم همینطور. هیچ نوتی رو این امکان رو به ما نمیده، فقط درجه 2 که این امکان رو میده. واسه همین هم هست که خیلی پرکاربرد و کلی آهنگ شنیدیم که تأکید رو روی درجه 2 داشتن و یه جوری بهش میگن امضای سبک پاپ، چون توی 100 سال گذشته این داستان بوده. بعد هم نیست، یه جوری ببینیم مثلا سبک بلوز 12 میزان بلوز جزو امضاشه، سبک جاز 251 جزو یکی از امضاهاشه. و حالا توی 100 سال گذشته هم سبک پاپ نوت درجه دوم، تأکید روی نوت درجه دوم یکی از امضاهایی بوده که خیلی‌ها استفاده کردن. Get out of my memory. Strip clubs and dollar bills. Still got my money, control shots, gonna get a refill. Still got my money. Dancing in your Levi's, drunk under a street light. Come up to the club, get your spirit on now. Queen said the king don't deserve her crown. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll think it over you all over again. همین نکته نمیمونه. سوالی داشتید توی کپشن، توی پیام ها بپرسید ازم، تو کامنت ها بپرسید ازم، سابسکرایب کنید، من رو به دوستاتون معرفی کنید. اگه دوست دارید راجع به موضوع خاصی زودتر درس رو درست کنیم، تولید کنیم، نمیدونم، بازم تو کامنت ها برام بنویسین. دوستتون دارم. تا جلسه بعد، خدا.